کوشش میکنن خوارزمی را، بیرونی را، فارابی را، حتی اسماعیل سامانی را یک اسلام ستیز نشان دادن، در صورتی که اسماعیل سامانی از جمله محدثای فقیه امت اسلامی است. در منبر روزای جمعه موعظه میکرد اسماعیل سامانی، استاد ابن خزیمه های بزرگای ما اسلامی هستند. مثلا خوارزمی همین یک دو سه حال ببینید، شما در عربا میبینید ایتالی مینویسن، ایتالی مینویسن، مثلا در این ایتالی مینویسن مثلا، یا سر این ایتالی میکنن در عربا. در اصل این هندگی است، این عربی نیست. اصل اینا فارسی رو هم دیده باشی، اگر مردم افغان هم خیلی مینویسن، اینا مردم ایران هم خیلی مینویسن. اصلا این از ما نیست، از مردم فارس به خصوص عرب و فارس نیست. همون چیزی که اصل انا میای اینا دیده است، اینا انا میای اصل خوارزمی تأسیس داد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد یک تأسیس داد، یک کنج دیده است، یک تا کنج داره نه، یک کنجا، یک تا کنج. بعد مثلا دو را مثال دو یک تا دو تا دیده است، اینجا یک کنج دو کنج. برایش هم برای دو میگنش برای دو میگنش. مثلا سه چند تا کنج شد؟ سه تا، یک تا دو تا سه تا، چهار کنجا تأسیس داد. چهار کنجا تأسیس داد. میخوای 1 2 3 4 5 6 تأسیس داد خوارزمی. ببینید همین کاری را که خوارزمی کرد، امروز تمام سیستمی که در روی عالم هست بر اساس این حرکت میکنن. علمای امروزه میگن که اگر خوارزمی همین را تأسیس نمیداد، همین 1 2 3 4 5 6 7 8 امروز نه کامپیوتر بده، امروز نه سویت بده، نه برق بده، نه ماشین بده، نه ای بده، همه همین را به همین حساب میکنن، پیش میروند. علم به همین پیش میروند. یعنی تأسیسی داده همین بزرگوار. امروز ما الحمدلله کامپیوتر داریم، تلفن داریم، فیسبوک داریم، یوتیوب داریم، هر چیزی که داریم به اساس همین بزرگوار، به همین تأسیس همین